салом дӯстони гиромӣ, ҳамдиёрони азиз ва забономӯзону донишомӯзони гиромӣ, якояки шуморо ба эфир навбатӣ имрӯза хушомадед ва хайрамақдам мегӯям. Дарси забони туркӣ аст аз китоби Истанбул А1. Мерҳаба arkadaşlar, hoş geldiniz kanalımıza. Ve bu 32. ders. Bir dakika bakacağım. Bence 32. ders. Evet, 32. ders. Türkçe ders. İstanbul kitaptan, yani az kitabı İstanbul. خب در این کتاب یک لحظه دوستان برای سنجش یک افیر ببینیم که چه خیلی رفته ایستاده است. سپس درس رو ادامه دهیم. یک دو سه به نام خداوند بخشاینده مهربان. یک دو سه به نام خداوند بخشاینده مهربان. خب افیر خوب است. فکر میکنم که افیر خوب است. دلشاد تجه السلام علیکم و علیم چی حال دارین؟ و علیکم سلام، شکر خدا ساز خوب تنج. شما سازین تنجین، سلامتیتون خوب است؟ دسترخوان زیبا، سلام با همه. و علیکم سلام، تشکر زیاد. اگر امکان داشته باشین دسترخوان زیبا در سبشست بمونین و امروز یک کمتر دیرتر سر کردیم درسه و هم خاطر دیگر مستقیما به کتاب می رویم. خب کسانی که بعدا می آین اگر امکان پیدا کردیم خوش آمدید میکنیم شون، اگر نکردیم خب شما دوستان عزیز خوش آمدید کنین و بگویین که ما همه کامنتاری ها را در تلفن دیدن نمیتوانیم چون که مشغول به کتاب هستیم. دسترخوان زیبا چه حال دارین؟ شکر خدا خوب تنج. پنجم لایک، تشکر برای لایک. سمیت ورسی السلام علیکم معلم سازین خوبین؟ و علیکم سلام، شکر خدا خوب تنج ساز. شما سازین خوبین؟ دلشاد تجه و علیکم سلام پایزیبا. دلشاد تجه مو ساز هستیم پایزیبا رحمان. شما چی حال داریم؟ درس امروزه از موضوعی تحته یا دعده به فکرم شروع می شود. بله اینجا رو گرفته بودیم، از اینجا شروع میکنیم. دلبلگیسی یعنی قاعده. خب 4 نفر هست، یک نفرش خودم، یک نفر دسترخوان زیبا، یک نفر دیگر دلشاد تجه، یک نفر دیگر اپای سمیت تجه و بلکسی آمدن. بلکسی سلام شما در چی نبر آمد؟ تلفن در نبر آمد نه کامپیوتر چرا اکران نگه کردم در اینجا دیدم. سلام اکا چورم لایک. و علیکم سلام، خوش آمدین بلکسی. بلکسی چی دارن اکا؟ شکر خدا ساز تین. شما سازین خوبین؟ سمیت تجه تشکر معلم ساز تنج. خدا کند همیشه ساز باشید. ای با دامه یک کس نشون دیسه یک نفر شد. خب یک نفر هم باشه ما درس میگیم. دل بلگیسی یعنی قاعده. خب یک لحظه کمتر بلو کنیم.
و شاید گاه غلط نشون میده. مثلا یک نفر نشون دادن یا کنه که همه تجه همینجا است شما هستین و من با کانال ترکی همینجا هستم. فهمیده میشه که وای گاه هم خیلی غلط نشون میده. خب امروز موضوع درسی ما قاعده یعنی دستور زبان است و این به زبان ترکی دلبلگیسی می شود و به زبان روسی بگیم یا تاجیکی گراماتیک مثلا مونیسا تیوی پنجم لایک سلام و علیکم سلام خوش آمدین مونیسا تیوی. خب موضوع درس امروزه درباره حالتی یک چیزی در یک جای بدن وجود داشتن. خب اینجا رو درسی گذشته فکر میکنم خوانده بودیم. خب یک بار دیگه قرائت میکنیم میخونیم و موضوع را خوبتر انشالله که درک میکنیم. نوت یعنی ملاحظه. کلمه sonunda در آخر کلمه After Munisa TV поделился ваше видео. Муниса бону ташаккури зиёд барои поделиться кардани видеои мо. Якҷаҳон сипосгузорем. ҳамеша сарбаланду комёб бошед. барои дастгириётон ташаккури зиёд. ясмин резоева 7 лайк. салому алайкум. ва алайкум салом. хуш омадед ясмина бону хоҳари азиз. муниса тв саломат бошин устод. шумо низ саломати сарбаланд бошен. омад хаташ поделиться карден. ташаккур барои дастгиритон. ясмина резоева умедворим хуб ва тансиҳат ҳастед. ҳече шукри худо хуб тенҷ хуб ҳастен тенҷем. шумо созен тенҷен. хуш омаден хуш омаден. ясмина резоева дӯстон ҳама каса хубен. иншолло ки хуб ҳастанд. вале устод ман меравам дар паноҳи алло бошед. майлш хуб ташаккури зиёд барои дастгиритон. сарбаланду комёб бошед. خب کلمه sonunda در آخر کلمه. خب son آخر می شود. sonunda در آخر کلمه. در آخر کلمه چ ف ه ک پ س ş ت harflerinden biri varsa bulunma eki ta veya t olur. میگوید که در آخر کلمه اگر چ ف ه ک پ س ش ت اگر باشد همین حرفا اگر باشند بعد از همین حرفا یعنی وارسا اگر باشند وارسا یعنی اگر باشد بعد از همین حرفا تا یا ت می آید. در غیر این صورت diğer ünsüz harflerde da de olur. Yani در غیر این صورت مثلا یا da میآید یا که د میآید. یاسمین ریزویeva ما همه وقت هستیم تیچه درس خودتون رو گوش میکنیم ولی نمی نویسیم. سلامت باشین. تشکر زیاد. تشکر زیاد. خیلی منتدار هستیم. خب این به درباره حالتی بودن یعنی و if the word خب اینجا انگلیسیش هست. if the word ends in a voiceless consonant any or one of ch f h k p s sh t then the locative case suffix is either ta. یعنی تا را کلان کرده یعنی تا در دو صورت نوشته میشه یعنی تا ت. in all other consonants the locative case suffix is either da. یعنی در کلان کرده است da de مقصد. خب کسانی که این را اگر از یاد کند یعنی حرف را اگر از یاد میکنم همین طریقه از یاد کردنش فستکچی شهاب است. یعنی فستکچی شهاب فستکچی شهاب همین خیلی از یاد میکنن در زبانی
ترکیه قاعده است. حتی همین قاعده نامش قاعده فستکچی شهابش میگن. یعنی فستکچی شهاب خیلی گفته بودیم در تینشتر پیستا فروش. فستکچی پیستا فروش میشود، شهاب نامی بودم یعنی شهاب پیستا فروش. فستکچی شهاب از یاد کنین خیلی خوب تره. در آخر هر یک کلمه اگر همین فستکچی شهاب را اگر دیدین پس یا تا میاد یا ت میاد. خب اکنون قاعده د یعنی یک نفر شاید بگوید که خیلی فهمیدم که فستکچی شهاب اگر بیاد یا تا میاد یا ت میاد، اما د چه خیلی میاد، یعنی د کی میاد د کی میاد، اینو باید شرح داد. د در کدام صورت میاد، د در کدام صورت میاد. هر کلمه ای که آخرون هجاش آخرون حرف نه، در قاعده فستکچی شهاب آخرون حرف مهم بود، یعنی آخرون حرف. مثلا اگر بگم که در آشخانه مثلا متفک تا میگیم، متفک تا، برای چی تا آمد؟ برای که در درون همین متفک یعنی اخیر کلمه ده متفک حرفی کا است، اینا یعنی چه ف ه که کا متفک با اون خاطر تا آمد. اما اینجا قاعده درباره این است که یک لحظه یک قلم میگیریم خوبتر میشود. درباره این است که آخرون هجا اگر ا او آمد پس د میشود. د مثلا آکول مکتب بگیم اگر که در مکتب پس نگاه کنیم که آخرون هجا اول است، یعنی کل، یعنی آخرون هجا کل است، کل. پس آخرون هجای ما صدانکش او هست، یعنی در قطار یکم نگاه کنین او کم دارید کلام کنیم. خب یعنی آخرون هجا او است، پس وقتی که او آمد حتما د می آید. و آخرون هجا را آخرون صدانک که در هجا مدت نگاه کنیم او است. و آخرون حرف هم نیز اهمیت دادن در کار. آخرون حرف از حرف های فستکچی شهاب نیست. نگاه کنیم ف س ت ک چ ش ه پ یگان حرفش نیست، پس د می آید. خب اگر یک نقطه در بالای این مونیم، اگر یک ویرگوله که چیز با خوب می شود، پس می نویسیم د، یعنی آکول د. خب انا کن از همین حرفو بیاد، حرفایی که بولوگی بودم ا او فلوریشن هیراچا. خب اگر نام رو نادرست خونده باشم بخشش بهترین. تشکر زیاد دوست گرامی. خب از حرفای بالا یک مثال گرفتیم پس آکول ده شد. اما از حرفای پایان چی؟ از حرفای پایان که سمیه تجه ورسی یگان کلمه گوین که آخرون هجایش یا ا داشته باشد یا ای داشته باشد یا او داشته باشد یا او داشته باشد. آخرون هجایش و آخرون حرفش فستکچی شهاب نباشد، یعنی فستکچی شهاب نباشد. شما رو منتظرم سمیه تجه ورسی یگان کلمه گوین که آخرون هجایش صدانکی ای او داشته باشد. بعضی وقت کامنتر رو در تلفن نمی آیند. خب کامنتر سمیت جمع جستین آواز نمیره چی؟ سمیت جمع جستین. خب آواز هست. خب بلکسی همینجا باشین اگر شاید سمیت جمع مشغول هستن. بلکسی همینجا هستین. بلکسی دلشو تجه
خوب کسی که همینجا هستی یکون کلمه گوین که آخران هجایش ای او داشته باشد. آخران هجایش اگه هستم. خب یکون کلمه بگوین اگر نه بلکسی سمیت هجه bilmiyorum hocam. Tamam sorun yok. Yani مشکل نیست. Bu که ندارد. خب بلکسی میدونین اون کلمه یا که بنویسیم خودم. خب بلکسی همینجا هستین. اگر ندونین یا نیافته باشین تا حاضره خب وقتی درس رفتید. خب اگر یافتینم روی کنیم برای شما را می نویسیم. مثلا نگاه کنیم که در کلمه دفتر خب دفتر اکنون یا کنید در کلمه دفتر آخرون هجایش صدانوکی ای دارد و آخرون حرفش از جمله فستقچی شهاب نیست، یعنی فستقچی شهاب نیست آخرون حرفش. یعنی در قاعده داده، در قاعده که یک چیز در جو موجود است، حالت موجودیت، در این صورت ما باید دو چیز نگاه کنیم، آخرون هجو را نگاه کنیم و آخرون حرفه. در اینجا مثلا چی میآید؟ یک نقطه که ورگول اگر مونیم خوب میشود، یعنی در بالا، و دفتر ده، یعنی مثلا یک قلم باشه که در درون دفتره، مثلا یک خطی هست یا صورتی هست میگیم در درون دفتره، می نویسیم دفتر ده. خب لکسی مرجیمک، بله بهترین مرجیمک. خب حاضر می نویسیمش یکون جای خالی بیایم. مرجیمک اما مرجیمک مثلا مرجیمک همون چی است؟ خیلی یک نمود خوراکه است، مثلا مثل نسک است در زبان تاجیکی، شاید مرجیمک شو میگن اونا، برای که گریچکا را مرجیمک میگن، مرجیمک میگن. اینجا طوری نمیگیرد که بلکسی، به خاطر که مثلا ما چی را میگیم که در درون مرجیمک است و خودش مثل یک نسک است یا که از نسک هم خورد است، مثلا طوری نمیگیرد. مثلا یا اون کلمه دیگه باشد این طوری نمیگیرد. ایره چخی کار کنیم؟ سنف تا، بله ای از قاعده فستقچی شهاب است. فستقچی شهاب یعنی فستقچی شهاب. یکون قاعده، یکون کلمه بیارین که مثلا آخران حرفش فستقچی شهاب نباشه، یعنی از شما فستقچی شهاب هست، یعنی ف، و آخران هجاش ای او باشد. خب سمیت هجه برسی کوی اون کسی دیگه هست نمیجه، اون کسی هست که به خاطر درس آماده باشه اون کلمه مون بگه. من برای خودتون کار کردن میگم، مثلا اگر نمیتونم که اون کلمه دیگه هم بیاریم، مقصد برای خودتون کار کنیم. میگیم بن، بله بن مثلا بنده در من، بن یعنی بن مثلا. خب از قلم گیریم، بله درست، بن من می شود. خب یک کلمه چی میمونیم؟ بنده. خب ای آمده، بن ای دارد، از جمله دویم، قاعده دویم اینه بنده. خب یک چیز دیگه را دقت بتین که بنده
در من می شود با هست بنده. بنده جدا نوشته می شود. بنده یک جوره نوشته می شود. بنده جدا نوشته می شود. بنده اول که یک جوره نوشته می شود معنی را داره که در من، یعنی یک کس میگه که کتاب من در کجاست، میگه که بنده در من است، مثلا در من. اما بنده وقتی جدا نوشته می شود این معنی من هم می شود. من هم. مثلا یک چند رفیقامون میگن که tamam biz gidiyoruz. Yani ما میرویم، tamam ما میرویم. بعدا میگن که بنده gidiyorum. من هم میروم. بنده gidiyorum من هم میروم. اگرچه در گفتار ما جدا کردن نمیتونیم که اینش جدا نوشته اینش یک جوره نوشته شده، اما از روی جمله میفهمیم که کدامش چی معنی داره. اما در نوشت باید حتما جدا نویسیم کلمه ای که مثلا من هم. سمیت جه evde بله بهترین evde evde یک نقطه که بلو دمونه خوب میشه. evde در خانه بله درست بهترین. burada انا burada از قاعده یکم حساب میشه. a o u بهترین. burada در اینجا اصل کلمه بورا هست. بورا چکله میگن که بوراسه، بورادا، بورایا، اینها علاکه پسوان حساب میخنه. پسوان. بوراسه اینجا، بورادا در اینجا میشود. در اینجا. خب فکر میکنم که این موضوع فهمو شد. اگر نفهمو باشد باز میتونین بنویسین که جایش که نفهمو باشد. sonrada بهترین سمیت هجه sonrada یعنی در بعد. مثلا sonra بعد می شود، sonrada در بعد می شود یعنی بعداً مثلا. خب örnek یعنی مثال nerede در کجا. nerede در کجا. öğrenciler nerede دوستان خوب نمایان است کتابی که اولین پیش بیاریم. خب 6 نفر هست. اگر خوب نمایان خوب نباشد میتونیم بعدا خبر کنیم. öğrenciler nerede دانشجویان در کجا هستند یا طلبه ها در کجا هستند. öğrenciler sınıfta تا نگاه کنین برای چی تا آمد، برای که ف آمد. فستک چشه یعنی فستکچه شهاب ف آمد به هم خاطر تا آمد. چرا ت نآمد؟ یک کسا کنه که چرا که تا آمده ت نآمد. برای چی ت نآمد؟ به خاطر که آخران هجا ا است. نگاه کنیم ا او ا میگیرن یعنی دا تا میگیرن تا ا. خب bilgisayar nerede؟ bilgisayar masada اینجا نگاه کنیم دا آمد علاکه masada به خاطر که آخران حرف ف س ت ک چ ش ه پ نیست. این را برای چی بسیار تکرار کردیم که در ذهن شما بماند، یا اینکه فستکچه شهاب بماند در ذهنتون، یا اینکه ف س ت ک چ ش ه پ ف س ت ک چ ش ه پ نمایان است. خب بهترین سمت جه öğrenciler sınıfta بله بهترین. Taksim nerede؟ Taksim İstanbul'da. Taksim نام یک میدان است. نام یک مکان است. مکان. بعضی وقت تقسیم میدان میگوین یعنی میدان تقسیم مثلا. خیلی در خمان میگن که میدان سامانی مثلا در استانبول همیشه جایی هست که مثلا تقسیم میگن. Taksim nerede؟ Taksim در کجاست؟ Taksim İstanbul'da. در استانبول است. خب kimde اکنون kimde یعنی در کی.
در اینجا نگاه کنیم نرده بود. نرده در کجا؟ در کجا؟ وقتی ما بخوایم که یک جای را سوال کنیم که وای جو در کجا است، پس از همین شکل سوال میکنیم. یعنی نرده. هر چیزی رو که ما میخوایم سوال کنیم اول نام همون رو میگیریم بعدا نرده میگیم. مثلا حاضر بگیم که اگر بلکسی نرده، سمیتجی نرده، دسترخوان نرده، اول نام همون چیزی رو که ما پرسیده هستیم اول نام همون رو میگیریم بعدا نرده. خب جواب در کجایی که باشد باز هم اول نام همون رو میگیریم، مثلا نام سمیتجی یا اینکه مثلا دسترخوان یا دیگر بعدا میگیم که در کجا است. مثلا اگر در اتاق باشن میگیم دسترخوان یا اینکه زیبا oda یعنی در اتاق است، در حجره هست. مثلا امی آیشان سلام علیکم استاد، شاید اومدیم افیرتون لایک آوردیم برای دستگیری. سلامت باشین، تشکر زیاد امی آیشا، تشکر برای دستگیریتون. خب تقسیم استانبولی رو خوانیم. اکنون درباره چیزی میپرسیم که او چیز در کجا است، در کی است، معذرت در کی است. سوال های پیشکینه این بود که درباره مکان بود یا مکان یا شخص یا کسی که باشد، مثلا همون شخص یا همون کس یا همون مکان در کجا است. اما الان ما درباره چیز سوال میکنیم که چیز در کی است. مثلا خب چیز در دستی کی است یا در کی است. مثلا کلم کیمده نگاه کنید اینجا ده آمد. برای چی ده آمد؟ برای چی ت نآمد؟ برای چی ت نآمد؟ با خاطر که آخران حرف کیم، یعنی کیم آخران حرفش فستکچه شهاب نیست. این از این حرفا ف س ت ک چ ش ه پ ف س ت ک چ ش ه پ. خب کلم کیمده، قلم در دست کی است؟ در کی است؟ کلم öğretmende در کی است؟ آموزگار است، در معلم است. امیدوارم زنده باشین استاد، سلامت باشین. شما نیز پنځه میگرند همه کسا ساز تینج انشالله. شکر خدا ساز تینج شما دینا پای پنځه 13 لایک از ما، تشکر زیاد. خب در بالا گفتیم که بین د ت تا و کلمه که پیش از این پسوند ها میآیند اگر یک ویرگول باشد خیلی خوب میشود. خب اگر نباشد هم باکی ندارد. چخیلی که در مثال ها نگاه کنین مروه د، مروه بعدا یک ویرگول بعد د، یا که öğretmen د، احمد ت مثلا. یعنی در بعض کلمه ها نگاه کنین جدا کردگی استانبول د مثلا. خب و مثل همین یعنی یک ویرگول اگر مونین خوب. کلم öğretmende، کلم در آموزگار است مثلا. خب çanta kimde de یعنی سمکه در کی است؟ çanta Ahmet T. خب وقتی تیز میخونید دیگه خیلی میکنید یک حرف است، یعنی یک تی است، احمد ت مثلا. خب تلفن kimde، تلفن در دست کی است؟ تلفن مروه در دستی مروه است. خب در دستی مروه. aşağıdaki boşlukları dolduralım. Yani جایهای خالی زیرین رو پر میکنیم. çocuklar nerede? Çocuklar bahçe. خب مرحمت. در اون کس اگر باشن همینجا لطفاً در کار کردن تمرین اشتراک کنین، سهم باشین، سهم داشته باشین. خب از ما طرز نوشته چی را بگیریم؟ قلم بگیریم و گفتی چی؟ خب çocuklar nerede؟ çocuklar bahçe. خب چی بگیم؟ bahçe سمیتجه پنزه خورجا. خب دوستان عزیز هست یکون نفره که تمرین ها را کار کنیم یا که کار کرده رویم خدمان.
سمیت bahçede. بلکسی bahçede بله درست بهترین bahçede. bahçede بله درست bahçede. فهمیده میشد که موضوع را خیلی خوب فهمیدین. بهترین bahçede. bahçede. خب bahçede درست. Gazete kimde? Gazete kimde? Gazete Hasan. خب د د ت ت کدومش میاد؟ حسن گازete حسنده بهترین حسنده بله حسنده می شود بهترین تشکر سمیت احمد nerede احمد در کجا هست احمد پارک خب دومش پارک بلکسی حسن ده بله درست بهترین تشکر بلکسی پارک parkta bale semiyetici parkta Ahmet parkda ki bileksin parkda neyo parkta برای چی تا آمد؟ برای که آخران حرف دقت یعنی از جمله فستکچه شهاب است نیوک نه ف س ت ک احمد پارک تا بلکسی احمد پارکta böyle درست شد بهترین bilgisayar kimde yani kompüter ki است در دست کی است bilgisayar Cenk خب در اینجا چی میاد Cenk bilgisayar Cenk da سمیت کم تر که فکر کنین کم تر که دیگه فکر کنین در مورد قاعده سمیت Cenk de سمیت کم تر که دیگه فکر کنین قریبش آوردین فقط یک حرف علیش کردن نکن تمام یک حرف جنگ تا خب سمیت حرف علیش کردین با دیگر حرف هم علیش کردین گفتیم که یک حرف فقط علیش میکنید تمام یک حرف علیش کنید تمام اکنون دائمی جمع یک حرف علیش کنید تمام جنگ از همون تایی که نوشتین تا یعنی یک حرفش علیش کنید خب بالا د نوشتین نادرست بود د نوشتین نادرست بود تا نوشتین نادرست بود کدامش ماند
مرسدس بنز. سلام علیکم و علیکم سلام. خوش آمدین برادر عزیز. خب سمیر تجه شما رو منتظریم. شیخ یعقوب ادمین کلوچ درس زبان ترکیه. برادر شیخ یعقوب مرسدس بنز چی گپ ایجاده درسی زبان ترکی کلوچ بته برات درسی زبان ترکیه شیخ یعقوب سمیر تجه کجا شدین؟ خب ده نوشتین نادرست بود به خاطر که حرفی چی دارد کا جنک د اپای سمیت تجه همون ت درست بود فقط یک حرف شلش میگنی. خب ت میشود ت جنک ت جنک ت به خاطر چی ت میشود تانه به خاطر هجا کلمه از یک هجا عبارت است و اون هجا صدانا که ملایم دارد یعنی ا جنک ت بلکسی جنگ ت بله جنگ ت است. خب شیخ خوب برادر کلوچ گفتم که شیخ خوب برای دیگرها هست برای دسترخوان چی برای من نیست فقط برای دسترخوان است. یعنی بعضی ها مثلا سمایلی که مونن خواستم که ما که مشغول درس هستیم یعنی کتاب نگاه میکنیم زیادتر با همون خاطر نمیتونیم که سمایلی ها را کور کنیم و با اونها اجازه دادیم که تا که کوشش کنن که سمایلی هایی که میمونن کور کنن. فهمو شد برادر یعقوب جان؟ سمیت جنگ ت بله در بالا گفتم که یعنی ده نوشتین گفتیم نادرست د نوشتین گفتیم نادرست تا نوشتین گفتیم نادرست گفتیم یک حرف دیگه شلش کنید تقریبا میشه ت بودن همین جنگ ت بله. خب کو اگر موضوع دراز نباشد میگیریمش اگر دراز باشد وقتی درسم به پایان رسیده است. شیخ یعقوب یعنی برای یعنی برای دخترای برای همه آخه نیت شما را نمیفهمم دادر جان. خب تشکر زیاد خوش آمدین. اشهدکی جمله‌لری örneklerdeki من اون نیت شما را فهمیدم دوستی عزیز خوش آمدین. خب موضوع دراز است اینجا این کمتر وقت طلب میکند شاید که 20 دقیقه شاید طلب کند و همون خاطر ساعت هم 8:43 شد و با همین درس امروز رو در همین جا با انجام میرسونیم و امید دارم که همین موضوع داده تاته رو فهمیده باشین و اگر کسی نفهمید کسانی که من بعد ویدیوی ما رو تماشا میکنن میتونن که نویسن. خب شیخ خوب اسماعیلی که چپانه مونده دسترخوان از کروش میکنه دسترخوان اکی شو اکی شیخ چون نیتی باد میکنین. ما رفتم خوش آمدین anladım hocam çok teşekkür ederim rica ederim Şeyh Yakup ایترا کی گفته گابزن دسترخوان. خب شما را کی گفت گابزنید دسترخوان یا جواناتین شیخ یعقوب گابزدم گی. خب در همینجا درس از کتاب تمام شد و اگر اون کسی اون سوال و پیشنهاد داشته باشه مرحمت میتونن نویسن. خب اگر نداشته باشین افیر قطع کنیم به خاطر که وقتم کم مونده است به افیر زبان انگلیسی را 15 دقیقه بعد درسی زبان انگلیسی داریم. کسانی که بیکار هستن مرحمت بیان دسترخوان فهم معلم شیخ یک گپی که همه را باید با یک چشم نگاه کرد. چخیلی که شما ما رو توصیه میکنیم که همه رو با یک چشم نگاه کرد دوستی عزیز. ما هم برای شما توصیه میکنیم که موافقی نامتون عمل کنید خوب میشه. موافقی نامی که موندین در کانالتون موافقی همون عمل کنین خوب میشه. افیر ما با فکرم چسبید
بله. ефір چسبیدگی یا یک گپ که من با یک چشم خوب دسترخوان کاری نکن گپ هم با شما گریزد. خب بلکسی اکا امروز بها را حساب کرده نتونستم برای همو بهای همه 5 سلامت باشین. نوشتین گفتیم نادرست. تشکر زیاد. گفتیم نادرست گفتیم یک حرف دیگه. تشکر زیاد. این فیلمو چسبیدگی به فکرم. دوستان افیر چسبیدگی است یا که چخیل است؟ اگر چسبیدگی باشه خبر ممکنه. دوستان افیر چسبیدگی است. اما در چسبیدگی بوده است. خب بلکسی خب مایلش بلکسی تشکر زیاد. کورتاهای ملی السلام علیکم و علیکم سلام. خوش آمدین کورتاهای ملی. تشکر زیاد برای دستگیریتون. خب شیخ یعقوب ما هم شما رو گفتی بد نزدیم. یعنی میخوایم بحث کردم. بیایم بحث کنیم. بیایم بحثی ملایم، بحثی در آداب معاشرت صحبت میکنیم. مرحمت درس من تمام شد. یعنی شما در آمدین گفتین که کلوش بتین. من گفتم که کلوش نمیتیم وقتی درسی زبان ترکی است. همین خیلی بود. بعدا شما گفتین که چرا با دخترها میتین با مثلا بچه‌ها نه. معنای گفتون همین بود. خب یعنی فرض را دو بچه از دختر از ما با یک نفر کلوج میتیم که تا که همین اسماعیلی را کور کند. یعنی شما از کجا میدونید که شاید دسترخوان زیبا مثلا خواهر ما باشه، شاید همسر ما باشه، شاید اپای ما باشه، شاید مادر من باشه، شاید دختری من باشه مثلا که همین را کور کرده است. یعنی شما چرا از آداب چی بیرون بر آمدین؟ کورتاهای ملی سازه خوب بهترین سمیت جه نه معلم سازه خوب سال باشد بهترین. شیخ خوب تو یگان وقت سینی من گفت نزد دسترخون که دهانت نتوان دهانت نتوان. خب تشکر زیاد. مقصد تو هم فهمو شد که شیخ خوب انسانایی که میدونن در افیرو هم خیلی میکنن فقط خودشون به آبرو میکنن. تمام برای ما یگان ضرر ندارد. برای ما فایده است که شما کامل نوشتین. минутаи мо рафтестай ягон зарар надорад ва ин гапамаш ба хутон бармегардад. бародар ман хостам кулуш битем. ман гуфтам ҷавоб додам. куртои мили шайх барои чӣ разбор мекунед дар эфиро додарҷон хел накунед. хоб ман ҷавоб нагардондам бародари азиз. ман аввал бо мулоимӣ бо мардонагӣ фаҳмондем ки درسی زبان ترکی است. بحث از شما شروع شد که شما گفتین که چرا با دخترها میتونید با بچه‌ها نه. یعنی شما از کجا میدونید که مثلا دسترخوان زیبا برای ما کی میشود؟ یعنی علم غیب میدونید شیخ یعقوب؟ اگر علم غیب بدونید مرحمت. شیخ یعقوب گوش کن اگر افت باشد دو درجون یگان وقت ایتا نمینین زیرا شما ناموس دارین اکا. بله ناموس دارین. موضوع ناموس در اینجا چی رد دارد؟ اگر مثلا اپام باشه، اگر مثلا همسر باشه چی رد دارد در اینجا؟ مرحمت نیستین. دودر من گفی بد نزدم. شما شاید که دودر من باشین. یعنی سین سلطان گپ زنین. دودر مراجعه کرده گپ زده استین مثلا سین سلطان گپ زنین من قطعی شما چخیل مراجعه کنم. یعنی اکا بگم دودر بگم مثل نامتون شیخ بگم مثلا Игорь, начинающий фермер, всем привет, ничего не понимаю, но интересно послушать. Спасибо, дорогой Игорь. Марьям Джон, чида навиштан кур кардан. شیخ خوب باشد عذر اگر گپی بد زده باشم. گپی بد نزدین دوستی عزیز. وقتی که میخوایم بحث کنیم بیاین در آداب بحث میکنیم
وقتی درسم بود من نخواستم که بحث کنم. یعنی بکار شدم. مرحمت شما خطاگی شما در همیه که در اومدین گفتین که چی برای دخترها هست کلو چه برای مثلا بچه‌ها نیز فهمیدم دل نیتونه. ما هم دل نیت شما رو فهمیدیم که شما برای خلل وارد کردن در درس در اومدگی. ما هم گپی بد نزدیم. باشد که بوی خوب میشه و باشد. شیخ جوی کلوچ نیست. فهمید ایجا درسه در درون درس خدا. شیخ یعقوب ما گوش کنیم. درس تمام شد برادر شیخ یعقوب. ما که نفهمیدیم که شما معلم دید. ما معلم نیستیم. ما هم یک افیل که شدیم چند که دست من بیاره هم قدر کوشش میکنیم دیگر رو را زبان یاد بتیم. اگر بخوای که زبان آموختن زبان انگلیسی، روسی، ترکی و در آینده نزدیک آلمانی نیز آموده میکنیم. میتونیم که آموزین. اگر به خاطر کلوچ آماده باشین پیشکی میگم که افیری ما برای کلوچ دادن نیست. اگر چند قدر شما ملایم باشین ما ملایم هستیم. یعنی اگر چند قدر با آدابانه بحث کنیم ما با آدابانه بحث میکنیم. و لطفا خواهش میکنیم با او دسترخوان زیبا او چیزی ننوشتین. اگر مردانوار مرد باشد جرأتی بخشش پرسیدن داشته باشین بخشش پرسین از ایشون. اگر نداشته باشین خب دیگر بحث در اینجا ختم میکنیم. نیاز به بحث دیگر نیست. خب دوستان گرامی موفق و مؤید و سربلند باشین. تشکر زیاد برای اشتراکتان در افیر نوبتی امروزه که عنوان گرفته است درس 32 از سلسله درس‌های ترکی از کتاب استانبول yabancılar için Türkçe و در اینجا افیر قطع میکنیم چون که بعد از 10 دقیقه باز زبان انگلیسی سر میشود. بین این افیر و دیگر افیر باید که حداقل 10-15 دقیقه باشه. خب کوتاه ملی شیخ دادرجان در عصبانی نشوین. شیخ یعقوب بله اکد دوستان خدا میگوین چیزی را به خاطر خود دوست داری به خاطر دوست حرکت کن. بله. خب تشکر زیاد که برای خودت چیزی را که دوست میداری برای ما هم دوست میداری. زبان انگلیسی سر میشه. خب مایلش در اینجا افیر قطع میکنیم. کسی که انگلیسی آموختن نیت داشته باشه باز در افیر انگلیسی که بعد از 10 دقیقه آغاز می‌یابد مرحمت منتظریم. اگر یگان گفتنی دیگر نداشته باشین افیر قطع کنیم که وقتم کم ماند. شیخ یعقوب که اوزار خوب هیچ گپ ندارد. تشکر زیاد برای فهمش خوبتان. اگر رنجانده باشم نه رنجاندین همه خوب است. تشکر زیاد برای فهمش خوبتان. خیلی معلم در پناه خدا باشین. معلم که دسترخوان زیبا خوب خدا نگهدار. شیخ یعقوب نصیب در افیرت حال میان خوب منتظریم انشالله. مرحمت کنید همیشه ما منتظریم کسانی که برای آموختن زبان میان منتظریم. سلام با همه شهر توز تیوی. و علیکم سلام خوش آمدین برادر شهر توز تیوی. شیخ یعقوب نصیب ای کار خانه آمده ایسم نصیب افیرت میام ای اسلام سوال میتم درباره سوال های اسلامی من هست. شیخ یعقوب قاعده داریم ما در اینجا که درباره سوال های دینی یعنی اسلامی من است چون که ما عالم دین نیستیم دانشمند دین نیستیم علم دینی هم نداریم و درباره دین بحث کردن هم نمیخواهم و علمی بحث کردن هم ندارم پیشکی بگم. درباره زبان باشد مرحمت میتوانیم تا جای بحث کنیم. درباره زبان باشد اگر زبان انگلیسی ترکی خب دیگر زبان ها اگر در دیگر مسئله باشد مسئله دین سیاست دیگر بحث متاسفم یعنی عذر میخواهم نمیتونم بحث کردن برای که علمش ندارم. خب
شیخ یعقوب حتما شما معلم بودید جواب میگردونید. من معلم نیستم. من چند بار میگم که معلم نیستم. من همون کم ترک زبان میدونم. همون رو میخوام که در دیگرو برسونم. شیخ یعقوب دسترخوان. خب نکای نظر سلام علیکم به همه دوستان. و علیکم سلام افای نکای نظر خوش آمدین. نکای نظر سلام علیکم استاد. و علیکم السلام خوش آمدین افای نکای نظر. چی حال دارین؟ سلامتیتون خوب است؟ همیشه سربلند باشین. شیخ اگر اشتباه ای طرف ما باشد عذر. خب پذیرفتیم عذرتون. تشکر زیاد. نکای نظر گوش داشتم ایدور. سلامت باشین افای نکای نظر. دسترخوان زیبا. و علیکم سلام خوش آمدید اپا جون. نکای نظر شیخ یعقوب باشد اکا درباره زبان نصیب سوال میتیم تونکا جون جواب میگردونین. اگر دانم جواب میگردونم با جان و دل. اگر دانم با جان و دل جواب میگردونم. اگر ندانم میگم که نمیدونم. یگان جای شرمندگی هم نیست که وقتی بگم که نمیدونم. همین نکای نظر دسترخوان زیبا سازی نغزی کودکو همه سازن. نکای نظر سلامت باشید دادر جان. سلامت باشید دادر جان. خدا را شکر سوز پای نکای نظر دسترخوان نوشتن. خب شیخ یعقوب اپای کرته ها من شما را چی بگم. دوستی عزیز شیخ یعقوب میگن همه دوستی اول از یک چیز آغاز مییابد. یک بحث یا جنجال یا نافهمی. الکی ما شما را دوست میگیم. بیاین در اینجا دیگه بحث خاتمه بتیم و برای که وقتی ما کم مونده است 3 دقیقه دیگه وقت دارم باید که زبان انگلیسی را بکشم ساعت اینا. خب شیخ خوب ترکی را میدونیم که کم بیش 100% نه کم بیش. نکای نظر دسترخوان زیبا دیگر زنگ نمیزنی سوزکی و خیر. خب دسترخوان زیبا جواب بدیم بعد یک بار افیر قطع کنیم که وقتم به نهایت تنگی بعدمون 2 دقیقه دیگه مون. خدا را شکر سوز اپا جون زنگ میزنم اپا جون نصیب. شیخ یعقوب نصیب کدام لفظی که میدونی انشالله سوال میکنم میرم یاد گیرم. مایلش دوستی عزیز برادر یعقوب جون. خروشه جون عبدالله سلام اساس خوبی 16 دقیقه. و علیکم سلام شکر خدا ساز خوب تین شما سازین تنجین. تشکر برای لایک برای دستگیری. سلامت سربلند باشین. خب در همینجا افیر نه همه آدما را اکا یاد من کار ندارم. نه همه آدما. خب اینامی ما بلاگر سلام. و علیکم سلام. تشکر زیاد برادر خورشید جان عبدالله و تشکر به ما بلاگر تیجه که به نهایت دستگیری میکنن. نکای نظر مایلش پناهتون بر الله تونم درسی دیگر دمیان نصیب انشاءالله. شیخ یعقوب دسترخوان ترام گپ ندارم. رحمت برای گپت خورشید جان ماما گفت подписаться سکن. سلامت باشین. تشکر زیاد برای دستگیریتون. خب دوستان اگه ساعت 9 شدید دیگه افیر قطع میکنم. خدا نگهدار. در امان خدا باشین. موفق و مؤید سربلند باشین.